خب این بخش مربوط به وسایل مورد نیاز توی زمینه نقاشی هست که بهتون نشون میدم. حالا بچه ببینید بخواید حرفه‌ای تر کار بکنید وسایل الا ماشاءالله زیاد هست، ولی برای شروع همینایی که الان اینجا میبینید کفایت میکنه. شما برای اینکه بخواید نقاشی بکنید قطعاً به قلمو نیاز دارید. این 3 تا قلمو از واجباته و دیگه نیاز به قلموی دیگه نیست در شروع. ببینید قلموی شماره 8 رهاورد سری 1375 سرگرده. همه قلم‌ها سرگرد باشه تهیه کنید. قلموی شماره 50 رهاورد 1375 هم هست سریش، اونم سرگرده، واسه قسمت‌های ریز خیلی کاربرد داره، ظریف کاری ها. یه دونه قلموی سایز متوسط که این حالا پارس آرتیست سری 10 شماره 2، ولی شما میتونید باز هم رهاورد بگیرید. حالا من نداشتم، رهاورد بگیرید شماره مثلا 4 رهاورد همون سری 1375 رو تهیه بکنید، کفایت میکنه. همین 3 تا کافیه. این در واقع همشون هم سرگرد هستن. این سایز متوسطش واسه قسمت هایی که متوسط نیاز دارید، در واقع نه خیلی بزرگن نه سطح خیلی کوچیکی دارن. سایز بزرگش برای قسمت هایی که سطح بزرگی داره و سایز کوچیکش هم برای قسمت هایی که میخواد خط و خطوط بکشید، دورگیری کنید، متن بنویسید، لازمتون میشه. حالا ولی توی این آموزش شما فقط و فقط به همین سایز نیاز دارید بچه‌ها. سایز شماره 2 پارس آرتیست سری 10 یا رهاورد شماره مثلا 3 یا 4 رو بگیرید سری 1375. یه دونه قلمو هم کفایت میکنه واسه این آموزش، چون ما سطح خیلی بزرگ یا ریزی نداریم. بعد از اون شما نیاز به رنگ دارید، رنگ‌های در واقع لعابی که رنگ‌های پودری هستن. توی بازار میتونید تهیه بکنید از لوازم هنری‌های مخصوص سرامیک. و مثلا این رنگ زرد به صورت پودره، بچه‌ها با رنگ‌های پودری رزین فرق میکنه. اینا تحمل دمای کوره رو دارن، اونا ندارن. حتما باید توی کوره اینا پخت بشن و تحمل دمای بالایی رو داشته باشن. خب بچه‌ها میدونید دیگه این کار سرامیک، حالا اگر اطلاعی هم ندارید توضیح براتون بدم، کار سرامیک باید حتما توی کوره پخت بشه. اگر که توی کوره پخت نشه شکننده میمونه و با کوچکترین آبی که بهش بخوره کلا دوباره تبدیل به گل میشه. پس ما حتما باید توی کوره پخت کنیم. توی فر نمیشه، توی حالا مایکروویو و هر چیز دیگه از این قبیل نمیشه بچه ها، فقط توی کوره های مخصوص. حالا نیاز نیست در ابتدا شما خودتون کوره داشته باشید. به خاطر چی؟ به خاطر که خب هزینه کوره دیگه از 17 تومن شروع میشه، شاید هم حالا پایینتر بالاتر دقیق نمیدونم، تا بالا مثلا 200-300 میلیون هم هست. خب و یه چیز معمول بخواید بگیرید یه چیزی هولوش 20 خورده‌ای هزینه‌شه. خب کوره، خب 20 میلیون رو شما در ابتدا اصلا نیاز نیست برید. من اینقدر دارم داد میزنم که بچه‌ها هزینه کمی بکنید واسه متریال، بعد اون وقت شما بخواید برید کوره در ابتدا، نه اصلا عقلانه نیست. در ابتدا شما از کوره هایی که توی شهرتون هست اجاره میکنید، استفاده میکنید و اجاره میکنید. حالا یه وقتی هست شما میگی که من مثلا توی در واقع روستا زندگی میکنم و نمیتونم، مثلا کوره توش روستای ما نیست، وجود نداره، من اولین کسی هم که میخوام شروع بکنم. خب یه وقتی هست اینطوریه که شما یا میتونی کلا ناامید بشی بذاری کنار، یا یه سری هستن خودشون تهیه میکنن، دوست دارن و واقعا سبر هستن، میگن آره من میخوام چیز کنم. شما آموزش رو میبینی علاقه داری، میری کوره میخری خودت. خب میبینی واقعا دوست داری، کار کن یکم، ببین مثلا به مرحله پخت که گذاشتی رسید، ببین توی این همین مراحل اوکی دوستش داری یا نه. یه سریای دیگه هم میان مثلا وارد حیطه قالب سازیش میشن، قالب های سرامیک، مخصوص سرامیک، قالب های گچی که مخصوص سرامیک. یه سری هم اینجوری میان وارد بحث سرامیک میشن، با گچ خودشون قالب میسازن. حالا دوره‌های قالب سازی هسته توی بازار، میتونن تهیه بکنید. بعد حالا من خودم هنوز قالب سازی رو آموزش ندادم، دوره قالب سازی، حالا اگر که آموزش دادم واقعا به درد میخوره، ولی واسه شروع من این کارو نمیکنم مگر بچه‌هایی که کوره ندارن و میخوان به واسطه این هنر درآمد داشته باشن که بتونن کوره تهیه بکنن. خب اون موقع در واقع شما مثلا میتونید وارد حیطه قالب سازی بشید، قالب بسازید. که باز من در واقع نظر خود من اینه که حتما بچه‌ها که وارد بحث قالب سازی میشن خودشون بتونن خودشون سرامیست باشن، پخت کنن، از ظرفشون خروجی بگیرن که نتیجه عالی رو بده که بتونن از قالباشون
تکثیر بکنم و بفرستم برای بچهای سرامیست دیگه. و یا هم میتونی اگر واقعا احساس میکنی که هیچ کدوم از اینا رو علاقه نداری، دوست نداری، احساس میکنی که نمیخوای و واقعا مثلا تو شهرهای مثل تهران و مثل مشهد و شهرهای دیگه مثلا مثل سبزوار و اینا کوره هست بچه‌ها، شهرستان‌ها هم حتی بعضی از شهرستان‌ها هم داره، مثلا شهرستان خودمون درگز هست. تقریبا میتونم بگم من زمانی که شروع کردم اصلا کوره ای نبود، اولین نفری که کوره گرفت خود من بودم که من میرفتم مشهد کارامو پخت میکردم، یعنی تو جعبه میذاشتم به سختی میبردم، حالا یه سری یکی دو تا هم تلفات میدادم این وسط، ولی اولین نفری که کوره خرید تو شهر ما خود من بودم. الان مثلا تقریبا یه 5-6 نفری شدن که کوره خریدن و کوره دارن توی شهر. میخوام بگم که اینجوری هم میتونید کار بکنید در ابتدا شروع و ببینید علاقه دارید یا خیر. اگر علاقه دارید ولی واقعا سختتون بود و احساس کردید که دوست ندارید، میتونید از اکریلیک مثل خود من شروع بکنید، با درآمد اکریلیکتون برید و کوره تهیه بکنید بچه‌ها و وارد هیته سرامیک هم بشید مثل خود من که اونجا باید مینی دوره اکریلیک رو حتما ببینید و اگر خواستید دوره اکریلیک رو باز ببینید. پس بهتون میخوام بگم که کوره از واجبات این کاره، شما بدون کوره توی این کار نمیتونی کار کنی. حالا یا باید اجاره کنی کوره یا باید کوره خودت داشته باشه، فرقی نمیکنه، میتونی هم اجاره بکنی، ولی اگه بعد تو شهرتون باشه. اگه تو شهرتون نباشه از کجا میخوای اجاره کنی؟ بعد به شهر دیگه. این خیلی سخت میشه در ابتدا. مثلا تو 1 ماه 2 ماه اول شاید اوکی باشه، ولی بخوای طول مدت این کارو بکنی واقعا سختتونه. اوکی، امیدوارم که این موضوع براتون جا افتاده باشه. خب پس شما به استین نیاز دارید بچه‌ها. اینا رنگ‌های پودری هستن، بهشون میگن استین. نیاز دارید توی رنگ قرمز، رنگ زرد، رنگ مشکی، رنگ آبی. اینا رو اگر بگیرید کفایت میکنه. رنگ سفید هم دارن ولی نیازی نیست رنگ سفید تهیه بکنید. شما همین 4 تا رنگ رو اگر تهیه کنید کفایت میکنه. یه ظرف آب نیاز دارید. خب رنگ‌های پودریتون که گفتم، یه سری رنگ‌های دیگه هم هست، گواش‌های زیرلابی یا همون آندرگلیز که من از آقای بالینی گرفتم، سایتشون هم اینجا هست، میتونید ازشون تهیه بکنید. اینا آمادن دیگه، فرمول نمیخواد، کاملا همه چیش آماده است، هیچ چی نمیخواد، نه روانساز میخواد نه هیچی، همه چیش آماده است. بعد از اون شما لعاب نیاز دارید، لعاب براق نیاز دارید که F38 یا G3 یا CTN 112 اوکیه که پیشنهاد من G3 یا F38 هست. از اینا تهیه بکنید، حداقل 3 کیلو تهیه کنید. 3 کیلو لعاب هم تهیه میکنیم، لعاب ترانسپرنت، لعاب شفاف بهش میگن، لعابی که وقتی روی این کار قرار میگیره نقاشی زیر پیداست. اوکی؟ خب ما لعاب اوپک هم داریم دیگه، من اصلا واردش نمیشم چون واقعا اذیت میشید، میدونم، چون حجم اطلاعات خیلی زیاد میشه و واقعا اذیت کننده هست براتون، پس اصلا وارد اوپک و اینا نمیشم. فقط الان ما با ترانس کار داریم، F38 یا G3. خب لعابم گفتم، آبم نیاز داریم. حالا به یه هابن نیاز داریم که رنگمون رو بسابیم داخلش، به یه ترازو نیاز داریم، ترازو دیجیتال که وزندهیش خوب باشه، به یک الک مش 100 از ابزار فروشی ها میتونید تهیه بکنید، الک مش 100 یا الک مش 80. الک های مشی هستن که خیلی ریزن و برای اینکه بخوایم از در واقع لعاب و از صافی رد بکنیم خیلی جواب نیازمون میشه. حالا برای من یکم چیز زده، در واقع زنگ زده، حتی اینجاش هم زنگ زده سوراخ شده، من از این ور الک میکنم چون تو آب بوده این اتفاق افتاده، شما تو آب نذاریدش. این از این الک مش هم که بهتون گفتم. و روانساز هم میتونید گام سلوشن که همون صمغ مخصوص زیر لعابی و انگوب هست که در واقع میتونید از آقای بالینی تهیه بکنید، سایتشون هم که بهتون نشون دادم، تو پیجشون هم سرچ کنید، لعاب بالینی سرچ کنید میاد براتون. لعاب نه، میرسید بالینی براتون میاد که لعاب رنگی هم داره، ولی خب نه ما اصلا واردش نمیشیم. به جای گام سلوشن میتونید از شیره قند هم استفاده کنید. من این شیره قندو توی آب جوش انداختم و این جوشیده تا در نهایت یه شیره ازش گرفتم. تقریبا یک 10-20 تا قند بریزید توی یک ظرف، مثلا نصف این، توی نصف تا اینجا توی این بریزید، توی گاز بذارید بجوشه و شیرش رو به دست بیارید. یا هم از کتیرا میتونید استفاده کنید، شیره کتیرا که اینم شیره کتیراه. کتیرا هم از عطاری ها میتونید بگیرید، میتونید تقریبا 2 گرم
1 الی 2 گرم کتیرا رو بریزید داخل یک ظرف آب مثلا این اندازه‌ای، بذارید بجوشه و یه شیره اینطوری ازش بگیرید دیگه. حالا اینکه چقدر آب بریزید و چقدر شیره بگیرید ازش مقاله جداییه، ولی خب ببینید دیگه شما وقتی برسیدین به یه همچین شیره صاف و یک دستی اوکیه. میتونید حتی برای صاف شدنش از صافی هم رد کنید که یک دست بشه. اینم از کتیرایی که اینا دم دست بود، شیره قند و کتیرا دم دست بود. اما در واقع چسب CMC که این هست، حتما یک پودریه بچه‌ها، یه پودر سفیده بهش میگن CMC. اون رو هم میتونید بیاید تهیه بکنید، برید تهیه بکنید مثل اینا همراه با رنگاتون، و اون رو هم بیاید با استفاده از آب بریزید داخل آب ولرم و ترکیبش بکنید که یه همچین شیره‌ای بهتون بده. یک دست حتما از صافی هم رد بکنید. اگر که اینا زرد شد، رنگش زرد شد، یعنی خراب شده. میتونید داخل یخچال هم نگه دارید که ماندگاریش زیاد بشه. ما این روانسازها رو داخل مادر رنگمون که رنگ اصلیمونه که میسازیم نمیریزیم، توی پالتمون میریزیم. شما به یه پالت هم نیاز دارید بچه، پالت نقاشی، یا که مثلا میتونید از ظرفای پلاستیکی، دربای پلاستیکی هم استفاده بکنید، یا از ظرفای تخم مرغ هم استفاده بکنید. یه ظرف در واقع یخ که توی یخچال میذاریم یخ ببنده، آب یخ بزنه، از اونها میتونید استفاده کنید. خیلی خودتون محدود نکنید، هر چی دم دستت داری بیا ازش استفاده کن. ظرفای پلاستیکی بذار به عنوان پالت ازش استفاده کن. هزینه خیلی نکن در شروع. ظرفی هم که می‌خوایم روش نقاشی کنیم، من روی ظرف خام بهتون یاد میدم دیگه. بدنه رو یاد دادم بهتون ساختین، بعد از اینکه یاد بگیرید که بسازید بدنتون خشک بشه، روی ظرف خام بهتون یاد میدم نقاشی کنید. خیلی‌ها روی ظرف بیسکویت هم نقاشی میکنن، هیچ مشکلی هم نداره، هر کی هر جور راحته، ولی من بهتون یاد میدم روی ظرف خام نقاشی بکنید، کیفیت بهتری داره. اینکه به چه علت رو حالا توی حین نقاشی بهتون میگم تا حدودی که چه جوریه، ولی روی ظرف خام راحت‌تر هستید. همه وسایلی که باید داشته باشید رو بهتون گفتم و امیدوارم که کامل براتون باز شده باشه. اینکه چجوری کار میکنیم و نحوه کار باهاش چجوری هست رو توی حین کار بهتون میگم دیگه. نیاز نیستش که الان مثلا اینو ما الان لازم نداریم، به مثلا یکی از اینا نیاز داریم که من میگم بچه کیفیت چسب CMC بهتره، بعد ببخشید کیفیت گام سلوشن بهتره، اول گام سلوشن بعد چسب CMC بعد کتیرا و شیره قند. پس اول این دوتا بهتر، اگه بتونید اینا رو تهیه بکنید بهتر هست. اگه دم دستتون نیست با قندم میتونید کار کنید. خیلی روانساز هم اضافه نمیکنن، ولی من بهتون یاد میدم با روانساز کار کنید که ببینید چقدر نقاشی کردن راحت میشه توی حین کار. من از ظرف بیسکویت هم استفاده نمیکنم توی نقاشی. خب در واقع شما به همینا نیاز دارید برای شروع که بخواید نقاشی کنید که میایم وزن میکنیم توی ترازو و فرمول میدم بهتون. با فرمولی که من بهتون میدم رنگتون رو میسازید و شروع میکنم به نقاشی کردن که اینو در بخش بعدی بهتون میگم.